بله. بله، بسم شیطان الرجیم. سلام علیکم. بله، بازم خودم هستم. تصور نکنین که این برنامه هم تموم میشه. همیشه مترصدیم و حاضریم که باز هم توی تلویزیون شما سبز بشیم با برنامه زباله احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی شما. به کسانی که سوال نداشتن یا خلاص کردن و سوال شرعی مطرح نمی‌کنن تذکر میدیم. بیننده پرسیدن بله، ولی فقیه ما یه تریتای بیخاصیتی رو در آمریکا به فرزندخواندگی پذیرفتن. الان که مأموریت شکست خورده و دخلش به خرجش نمیارزه، چه مدت دیگه باید نگهش داریم؟ توبیخ یا بلای مناسب برای این بچه روبا به اصطلاح همونیه که در اثر ضربه خوب بسوزه و استخوانش در رود. اما حالا اومدن به بلایی هم مشخص کردن، فرمودن حداقل یک دوره دروس کامل این بچه در اختیار حوزه باشد. حالا در ایران هم نبود، باید فقط ولی فقیه در حق او مادری کنه. مادر که میگیم میشه مادر ولایی ها. آره، به او سیر بدهد و همین که مثلا ترکیبی از خوک و گراز و گرگ و روباه و لابی ولی فقیه باشه و جز مال حرام ولی فقیه چیز قابل دیگه هم نخوره، هوای دیگه هم نکن. یعنی کلن تغذیهش همیشه شبانه روز از همین آخر باشه. این یک مدت زمان به قدری بخوره که سیر بشه و بین این 15 سال پیش کس دیگه هم نرفته باشه. حالا حرام دیگه بخوره اشکال نداره، اما این یه آخر دیگه یا ندیده باشه. پس دو قبضه شد. یکی این مزدور کاملی که اینطوری در این صحنه ساخته میشه و مثلش نه در سپاه گیرتون میاد نه در بسیج گیرتون میاد. حالا شرایط دیگه هم داره که به هر حال باید این رو مستقیما از بچگی تو این نظام چرونده باشن. بله، این هم شرایط دیگه است که حتما میدانید، چون که سوال فقط راجع به مدت زمانی بود که خواسته بودن. خب انشالله که موفق باشید در همه جایی که یه چیزی برای شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله.